القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا. سوره مبارکه اعراف خوانده شد. قبل از این سوره به پایان رسید به توفیق الله و این سوره انفال هست که شروع شد. سوره اعراف از سوره های مکی بود و سوره انفال از سوره های مدنی بود. وقتی که سوره های مکی و سوره های مدنی را دقت بفرمایید فرقشون را میبینید که در سوره های مکی بیشتر مسائل اعتقادی بیان میشه، موضوع توحید، موضوع قیامت، اقوام گذشته ذکر میشه، بیان میشه. چون که مرحله ابتدایی اسلام بود، مرحله تربیتی بود، عقاید باید اصلاح میشد، شرک باید از زندگی ها بیرون میشد، انواع شرک رد میشند، ذکر میشند در سوره های مکی. اما در سوره های مدنی بیشتر بعد از توحید، بعد از اصلاح عقاید نوبت به اعمال میرسد. بیشتر در سوره های مدنی موضوع اعمال هست، احکام هست، مسائل هست، مثل جهاد، مثل نماز، مثل روزه، بقیه مسائل احکام. این فرق سوره های مکی و مدنی خیلی فرق دارند. یکی از صورت های فرق این هست و این سوره ها با هم دیگه مناسبت و ربط هم دارند. در سوره های گذشته، سوره مائده، انعام، اعراف، این سوره ها خوانده شده و در این سوره ها بیشتر در رابطه با نفی شرک، رد شرک، انواع شرک، هم شرک اعتقادی و شرک تصرف و هم شرک فعلی، انواع شرک خوانده شد و الله تعالی همه صورتهای شرک را رد فرمودند. حال
در سوره انفال و بعد از سوره انفال در سوره توبه، در هر دو سوره یک موضوع میاد، موضوع جهاد. مطلب اینه که اگر شرک با تبلیغ و با استدلال و با منطق از بین رفت که خوب، و الا شرک را به وسیله جهاد از بین ببرید، با مشرکان با کافران بجنگید. این موضوع این سوره هست. اما این سوره اسمش هست انفال. انفال به غنائم میگویند، به مالهای غنیمت میگویند. اصل انفال جمع نفل هست. نفل چیز اضافی را میگویند، مازاد را میگویند. شما که فرائض و واجبات را میخوانید بعد نفل میخوانید، یعنی میخواید اضافه بخوانید، بیشتر بخوانید، نفل میگویند. پس در جهاد هدف غنیمت نیست، هدف رضای مولاست، هدف اعلای کلمت الله هست، هدف کمر شکستن کفر هست. اما گاهی اضافه بر هدف هم چیز گیرتون میاد، اون نفله. مال خدا به شما میده، غنیمت میده که اونها را بین خودتون تقسیم کنید. خب درباره شأن نزول این سوره و آیات اولی نوشتند که بعد از جنگ بدر خدای عزوجل غنائم زیادی به مسلمانان داد. مسلمانان قبل از اون در فقر و در تنگ دستی بودند، غنائم زیادی به دست آمد، از مشرکان به جا مانده بود، اموال خیلی زیادی بود. الان نوبت بود که اینها را تقسیم کنند. برای تقسیم آن غنائم اختلاف و بگو مگو افتاد. اختلاف عمیقی نبود، هر یکی یک نظری قائم میکرد. مثلا بعضی میگفتند این حق مال انصاری ها هست که تمام زحمت را اهل مدینه کشیدند، جا دادند، همه زمینه هجرت را فراهم کردند، اسلام را، دین عزیز را، رسول الله را نصرت کردند، یاری کردند. در جنگ بدر هم بیشترین سهم را داشتند، بیشترین افراد از اینها بودند. بس این مال اونهاست، چون حدود 70 خورده مهاجر بودند، بقیه انصاری بودند در جنگ بدر. مهاجرین یا از طرف مهاجرین بعضی میگفتن نه این حق مال مهاجرین هست، وطنشون را، ملکشون را، همه سرمایه و ثروتشون را در مکه به جا گذاشتن، الان که خدا داده این باید به اونها برسه. هنوز رسول الله اظهار نظر نکرده بود، هنوز حکمی نازل نشده بود، هر یکی نظر خودش را میداد. جوانان و پیرها هم بینشان، جوانان میگفتن باید این به جوانان برسه، چون که بیشترین جنگ را جوانها کردند و کفار را جوانها شکست دادند، کمر اونها را جوانها شکست. کهنسالها، پیرمردها میگفتند که تدبیر، نقشه، برنامه، پشتیبانی، حمایت مال ما بود، لذا ما باید بی نصیب نشیم. هر کسی نظری قائم میکرد. الله عزوجل این آیه را نازل فرمود که تقسیم به دست شما نیست، جوانها ببرند، پیرها ببرند، مهاجرین ببرند، انصار ببرند. نه، انفال مال خدا و رسول هست. الله و رسول به هر صورتی که بخواهد تقسیم می کند. تقسیم را در اول بخش دوم سوره واعلموا انما غنمتم که از اونجا بخش دوم سوره شروع میشه، از اونجا الله تعالی تفصیلش را بیان کرده که چگونه تقسیم بشه. اما اینجا الله عزوجل تکلیفش را روشن میکنه که تکلیف این غنایم اینه که در اختیار الله و در اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله می فرماید یسألونک عن الانفال، ای پیامبر شما را سوال میکنند درباره غنایم، غنیمت های جنگ بدر. قل الانفال لله والرسول، اعلام بفرما که غنایم برای الله و برای رسول خدا هستند.
فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. چند تا از اصول موفقیت را الله بیان فرموده. اول تقوا، اول و آخر هر حکم، هر دستور تقوا. خداوند حتی احکام طلاق را بیان می فرماید، احکام بیع و ربا را بیان می فرماید، احکام میراث را بیان می فرماید، درباره مال یتیم بیان می فرماید. هر حکمی که بیان می فرماید هم اول اتقوا الله هم آخر اتقوا الله، چون نسخه اصلی عمل این هست. انسان که در وجودش تقوا باشد، در وجودش خدا ترسی باشد، اون انسان دیگه انسان کامل است. او همه چیز را رعایت می کند، او هیچ چیزی را پایمال نمی کند. پس ببین اینجا هم فاتقوا الله، خیلی این تقوا لازم هست. شما ببینید هیچ صفحه از کلام الله مجید نیست که چند بار درباره تقوا تذکر داده نشده. آیا اون اندازه که الله تأکید دارد ما هم به فکر تقوای خودمون هستیم؟ ما هم به فکر این هستیم که در دل ما، در قلب ما خدا ترسی بیاد که ما هر چیز را از خدا تکلیفش را بگیریم، روشن بکنیم و بر اون عمل بکنیم؟ خیلی مهم است. این بار بار تأکید کردن به ما پیام میده که ما باید این مسئله را جدی بگیریم، نادیده نگیریم. موفقیت دنیا و آخرت ما به تقوا بستگی داره. لذا الله میفرماید فاتقوا الله، اول از الله بترسید، و اصلحوا ذات بینکم، فی ما بین خودتان اصلاح کنید. این اصل دوم موفقیت است، یعنی حقوق العباد را رعایت کنید، حق بندگان را پایمال نکنید، تلف نکنید. یکی از مهمات زندگی این است که مسلمانان با هم مشکل داشته نباشند، اصلاح ذات البین داشته باشند. هر قومی که در اونها اختلاف آمد، چند دستگی آمد، دو دستگی آمد، این نتیجه دلیل فناء قوم هست، دلیل از بین رفتن این قوم هست. لذا مسلمان عاقل همیشه باید به فکر حل اختلاف باشد. کسی که خودش در اختلاف واقع شده سعی کند رویه‌ای را انتخاب کند، تدبیری بیندیشد که زود اختلاف خاتمه پیدا بکند، ولو اینکه با گذشت شده، با پایمال کردن حق خودش شده، این قربانی را بده، این ایثار را بده، نگذارد، اختلاف ایجاد میشه. اصلحوا ذات بینکم. مسلمانان از روز شکست خوردن که گروه گروه شدند، دسته دسته شدند، اختلاف فی ما بینشان واقع شد. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این اصل سوم موفقیت است. اصل اول تقوا، اصل دوم اصلاح ذات البین، یعنی با هم متحد بودن، حقوق همدیگر را رعایت کردن، به همدیگر احترام گذاشتن، و سوم اطاعت الله و رسول. و اطیعوا الله، الله را اطاعت کنید، یعنی حقوق الله را بجا بیاورید، و رسوله، و رسول الله را اطاعت کنید، سنت ها را احیا کنید، احکام خدا را زنده کنید، سنت های رسول الله را زنده کنید. ان کنتم مؤمنین، این مقتضی اطاعت است. اگر شما مؤمنید، یعنی ایمان شما می طلبد که شما اطاعت داشته باشید. ایمان شما از شما این تقاضا را می کند که شما در بست در اختیار الله و رسول باشید. خب الله فرمود ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید. مؤمن کیه؟ در این آیات الله عزوجل مؤمن را بسیار زیبا تعریف کرده. من و شما سعی کنیم که این گونه باشیم. این صفاتی که الله برای مؤمن بیان کرده، این صفات را در وجود خودمون داشته باشیم. اگر داریم که مبارکه، اگر نداریم تجدید نظر لازم داریم. الله می فرماید
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وصف اول مؤمن خشیت الهی. الله می فرماید مؤمنان آنانی هستند که اذا ذکر الله، هرگاه الله یاد میشه، هرگاه الله را ذکر میکنید، وجلت قلوبهم، دلشان میترسد، یعنی از ته دل میترسند، دلشون میلرزد، تکان میخورد. یعنی لفظ الله گفته میشه دلش میلرزه. معنی این نیست که تصنعاً انسان در وجود خودش جهشی پیدا کند من ترسیدم، نه. منظور اینه که وقتی که نام الله میاد انسان از هر منکر خودش را عقب بکشد. کسی میخواد بر کسی ظلم بکند، قصد میکنه فلانی را میزنم، بهش بگو از الله بترس. همین که نام الله باشه دیگه فوراً عقب نشینی میکند. کسی میخواهد که معامله ناجایزی بکند، معامله ربوی بکند، همین که بگه الله، این الله باعث بشه که عقب نشینی بکند. یعنی الله باعث بشه که از هر منکر، از هر معصیت انسان باز بیاید. درباره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست که با وجود این جلالتی که داشت سیدنا عمر، اما وقتی که نام الله می گفت وقاف بود، فوراً توقف می کرد، فوراً ایست، یک کلمه بیشتر نمی گفت، می ترسی. وقتی که درباره مهر زنان گفت که مهرها را بیارید پایین، زنی بلند شد گفت از خدا بترس. فوراً عمر تسلیم شد، گفت خدا در قرآن گفته که اگر بهشون خزانه ای دادید هم پس نگیر. خدا به ما اجازه داده که برای ما به عنوان مهر یک خزانه را هم انتخاب بکنند. منظور اینه که هرگاه نام الله گفته میشد فوراً متوقف میشد. ما ایمانمان باید اینطور باشه که هر تصمیمی گرفتیم کسی نام الله را جلوی ما آورد باید تکان بخوریم، باید جلوتر نریم اگر نام الله مانع هست. لذا اولین وصف مؤمن خشیت است، از خدا می ترسد. اگر یه چیزی در یک چیزی غفلت کرده، تصمیم نادرستی گرفته، شما بیا او را یادآوری کن، نام خدا را جلوش بذار، به خاطر خدا نکن. این نام الله در وجود او، در بدن او، در دل او لرزش ایجاد کند و عقب نشینی کند. این هست صفت اول مؤمن. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هرگاه الله یاد بشه دلشان می لرزد، می ترسد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هرگاه بر آنان آیات الهی تلاوت می شود ایمان نشان را می افزاید. آیات موجب افزایش ایمان میشه، آیات خدا تقویتش میکنه. این در صورتی هست که بفهمید آیات خدا چی میگه، مراد الله را از آیات الله بفهمیم. و آیات الهی همینطور الفاظش که نفهمیم هم اثر خودش را دارد. آیات وقتی که زیبا خوانده بشه، زیبا تلاوت بشه، هم در انسان یه تأثیر خاصی دارد. اما در مؤمن پس آیات باید ایمان ما را اضافه بکند. مثلا درباره خدای عزوجل، درباره صفات خدا، درباره عقیده خودمون، هر وقتی که آیات را میشنویم، آیات چی میگه؟ ایمانمون اضافه میشه. این وصف دوم مؤمن هست. وصف سوم وعلى ربهم یتوکلون، توکلشان فقط و فقط بر ربشان هست.
بر رب اعتماد دارند، رب را پشتیبان بزرگ خودشون میدانند و هر کاری میکنند به اعتماد رب. شما اگر تجارت هم میکنید، فقط این در دین نیست، تجارت صالح هم دین هست. شما اگر تجارت میکنید، تجارت حلال، تجارت درست، جائز، ریسک بزرگی میکنی، هم توکل بر رب میکنی، این دلیل ایمانت هست. به زرنگیت، به اسباب، به امکانات، به شرایط بازار، به اونها هیچ توجه نمی کنی. میگی من رب دارم، بر رب توکل میکنم، رب من موفق میکند. هر کسی که توکل بکند در هر کاری، الله عزوجل متوکلین را دوست دارد. در چند جای قرآن آمده که خداوند متوکل را دوست دارد. شما که کسب و کارتون را خودتون میکنید، زحمت را خودتون میکشید، اما در عقیده، در فکر شما این را داشته باشید که این حرکت من یک سبب هست، تا خدا نخواهد هیچ چی نمیشه، و واقعا در ته دل توکل بکنید. الله عزوجل خیلی این عقیده را میپسندد و بسیار دوستش میدارد. اگر امکانات و اسباب به ضرر شما باشد، بازم الله تعالی زمینه را فراهم میکند که اسباب به نفع شما باشد. من شاید در گذشته قصه یک عالمی را که خودشون قصه خودشون را نوشتند در جایی تعریف کردم که یک عالم بزرگواری، ایشون کتاب فروش بوده، کارش کتاب فروشی بوده، هر روز می رفته تعدادی کتاب می فروخته و معاش خودش را از این طریق تامین می کرد. میگه یک روزی وقتی که در شهر لاهور پاکستان، وقتی که می خواستم برم به طرف مغازه، دیدم چنان باران شدیدی هست که هیچ که تو خیابون پیدا نمیشه. گفتم امروز کی میاد کتاب بگیره در این روز بارانی؟ میخواستم برگردم، بعد توکل کردم، گفتم حرکت از تو برو به طرف مقصد، به خدا توکل کن، رزق را الله میده، رزق به دست تو که نیست. میگه توکل کردم، رفتم مغازه ام باز کردم، اکثر بازار تعطیل بود، کسی نبود، تک و توک مغازه ها بودند. لذا من باز کردم، نشستم در انتظار مشتری، مثل هر روز نبود، کسی نمی آمد. مردم کم و بیشی که تو خیابان راه می رفتند و برای مایحتاج خودشون مجبور شده بودند آمده بودند، تو خیابان ها تردد داشتند تا اینکه یک باران شدیدی و تگرگ شدیدی شروع کرد به باریدن، چنان که هیچ کسی بیرون نمیتونست بمانه، همه دویدن، فرار کردن به جای پناهی. من هم مغازم که باز بود، هرچی مردم تونستن تو مغازه من آمدم، مغازه پر شد از مردم، آمده بودن که اینجا پناه بگیرند که باران شدید بود. اما اینجا که پناه بگیرن بیکار نشدن، یکی یک کتابی برداشت نگاه کرد، یکی دیگری برداشت، به این بهانه دیگه تو مغازه جمع شدن. هر کسی کتابی نگاه کرد پسندید، یکی قرآنی، یکی دعایی، مناجاتی، یکی درباره سیرت پیامبر، یکی درباره صحابه. لذا میگه اون روز معاملات من چند برابر روزهای دیگه شد. این توکل است که انسان میگه من اسباب فراهم نیست ولی همه چیز به دست رب است. خدای عزوجل خیلی میپسندد انسانی را که به او توکل بکند، به او اعتماد داشته باشد، ولو اینکه اسباب برخیال، گرچه بر توکل زانوی اشتر ببند، نه، یعنی اسباب را بگیر بعدا توکل بکن، یه چیزی داشته باش بعدا برو بازار. ولی باز هم الله عزوجل اونهایی را دوست دارد که به اسباب اعتماد ندارن، به رب الاسباب اعتماد دارن. الله می فرماید وصف سوم را برای مؤمن و علی ربهم یتوکلون، بر ربشان توکل دارن. این سه صفات مؤمنین هستند، توجه داشته باشید.
صفت چهارم الذين يقيمون الصلاة، مؤمنان کسانی هستند که برپا می‌دارن نماز را، در نماز خودشان کوتاهی نمی‌کنن، اقامه می‌کنن نماز را. اقامه نماز با خواندن نماز خیلی فرق می‌کند. اقامه نماز یعنی اهتمام به نماز، اهمیت دادن به نماز، نماز را با تمام شرایط ادا کردن، وضو، طهارت، خشوع، خضوع، توجه الی الله، حضور قلب، اینا تمام جزء اقامه نماز هستند. هر انسان به قدر وسع خودش سعی کند که نمازش را درست بخواند. ما باید روی نمازهای خودمون هم تجدید نظر بکنیم. اقامه نماز معنیش همینه، نمازی باشد که 100% به طرف الله متوجه بشیم. الان شما بررسی بکنی هر یکی چند درصد ما در نماز متوجه ربیم. وقتی که سجده میکنیم و میگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من پاک است، منزه است، سبحان ربی العظیم، رب عظیم من پاک و منزه از هر عیب، از هر شریک، از همسر و همتا. آیا با این توجه، با این حضور قلب ما تسبیحات را میگیم؟ با حضور قلب ما تلاوت میکنیم؟ اگر این گونه هست خیلی خوب است. اگر نیست باید اقامه نماز بی طلبت که همه این شرایط را ما رعایت کنیم. این چهارمین صفت بود. این عبادت بدنی هست، جانی هست. و عبادت پنجم و وصف پنجم و مما رزقناهم ينفقون، از آن رزقی که ما بهشون دادیم خرج میکنند. آنچه که خدا به شما داده از اون خرج کنید، اون که مال خودتون هست خرج نکنید. ما چی داریم؟ از خودمون داشتیم، هر چی داریم خدا به ما داده. این و مما رزقناهم که خداوند عزوجل میفرماید ما دادیم، این یک نکته ای هست، اشاره ای هست. یعنی انسان هر چی داری از کجا آوردی؟ الله بهت داده. وقتی الله بهت داده برای رضای اون الله، برای خوشنودی همون الله خرج کن تا بیشتر بهت بده، تا برکت بهت بده. اگر در قرآن دقت بفرمایید هر جا در کنار عبادت جانی عبادت مالی هست. خیلی ها هستن عبادت های جانیشون خوبه، نماز برابر، عرض کنم نماز شب، قیام اللیل، تهجد، همه خوب، اما خداوند ثروت کلانی بهشون داده، در خرج کردن مشکل دارند. عبادت، هر عبادتی به جای خود و هر عبادتی تأثیرات خودش را دارد. نماز در وجود انسان تواضع میاره، فروتنی میاره، تکبر را از انسان دور میکند. و انفاق در راه الله در وجود انسان صفات دیگری خوبی میاره، در وجود انسان همدردی میاره، در وجود انسان سخاوت میاره، بخل را و حرص را از انسان دور میکنه. هر عبادتی تأثیر خودش را دارد. لذا یک مسلمان باید جامعیت داشته باشد، یعنی همه عبادت ها را انجام بده. لازم هم نیست حتما سرمایدار باشد، کارگر هم باید خرج کند، انفاق کند. اینجا بحث زکات نیست، بحث انفاق است. زکات بله برای صاحب نصاب اون یک فرضی است. انفاق اونی که الله عزوجل بهش داده 30,000 تومان در روز درآمد داره، 500 تومان 1000 تومان را بده به اندازه وسع خودش، به اندازه توان خودش. لذا این باعث میشه در وجود انسان سخاوت بیاد، انسان از بخل، از حرص، از صفاتی که رب دوست ندارد و بیشتر اینها صفات منافقین هستند، از اینها انسان فاصله میگیرد. خب این 5 صفت را خدا بیان کرد. اولین دوباره این 5 صفت را، چون که بر این صفت 5 صفت الله عزوجل یک لقبی زیبا به ما میدهد اگر این 5 صفت را داشته باشیم. اولی این بود که در دل باید خدا را داشت، هرگاه که خدا ذکر میشه باید دل لرزید و ترسید. دوم این که هرگاه آیات خدا تلاوت میشه ایمان تقویت میشه، اضافه میشه. سوم توکل، چهارم اقامه نماز، پنجم انفاق در راه الله. الله میفرماید اینهایی که اینها را دارند اولئک هم المؤمنون حقا. این نتیجه دنیوی.
در دنیا لقب تو هست مؤمن به حق، از نظر الله مؤمن به حق هستی، مؤمن واقعی هستی، مؤمن راستینی هستی. این در دنیاست. در آخرت چی؟ لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اول جنت روحانی، بهشت روحانی. لهم درجات عند ربهم، نزد رب جایگاه دارد، نزد رب درجات دارد، عزت دارد. انسان وقتی که در دنیا پیش یک مقام دنیوی میره و میخواد پایین بشینه، اون کسی که در دنیا صاحب عزت و جلال هست، استاندار هست، وزیر هست، رئیس هست، اون میگه بیا اینجا نزدیک من بشین. چقدر انسان خوشحال میشه، میگه به من هیچ پذیرایی دیگه نمیکرد، همین که جلوی مردم به من احترام گذاشت برای شخصیت من کافیه. لذا درجات عند ربهم، نزد رب، نه نزد یک مقام دنیوی. این امتیاز بزرگی هست. دوم و مغفرت، مغفرت است، بخشش گناهان. مغفرت دفع مضرت است. مغفرت که بشه دیگه هیچ ضرری شما را تهدید نمی کند، هیچ خطری برای شما نیست. آیا همین اندازه؟ نه، از ضرر که نجات یافتی، از جهنم که نجات یافتی. و رزق کریم، این جنت جسمانی هست، رزق معزز. چه روزی هایی، چه رزق هایی، بعضی را در قرآن الله ذکر کرده، بعضی را ما هنوز نمیفهمیم، تازه متوجه میشیم انشاءالله اونجا که بریم. پس این سه چیز برای مؤمن واقعی هستن، نتیجه اخرویش هستن. خب این مقدمه بود. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. از اینجا اشاره هست به سوی جریان بدر. ما جریان بدر را و واقعه بدر را در همین سوره انشاءالله مفصل میخوانیم. از اینجا آغاز میشه. الله میفرماید که همان گونه که رب تو شما را از خانه تان بیرون کرد بالحق، یعنی با حکمت. اینجا حق به معنی بالحکمت و الصواب هست. خدا شما را ای محمد صلی الله علیه و سلم از خونه تون بیرون کرد، از حجره تون بیرون کرد به طرف میدان جهاد. توش حکمت بود، صواب و راه درست همین بود. کما بعضی گفتن تشبیه هست، بعضی گفتن کاف تعلیلیه هست. علت اینکه چرا انفال، چرا غنیمت ها را پیغمبر باید تقسیم بکند؟ لما اخرجک ربک، چون که خدا تو را بیرون کرد برای این جهاد، اکنون به دست تو باید باشد. یا بعضی میگن کما اخرجک تشبیه هست، یعنی همان طوری که هر یکی از مسلمانان خودشون رضی حق میدانستن ما تقسیم بکنیم غنیمت ها را، خدا گفت نه، حق شما نیست، برای شما مسلمانان ناگوار بود، همانطور که برای تو ای پیغمبر برای تو ناگوار نبود، برای بعضی از مسلمانان ناگوار بود رفتن به میدان جنگ. خود طبیعی هست، هر انسانی از مرگ می ترسد. عرض کنم خدمت شما که در جریان بدر چطور شروع شد. سال دوم هجری بود. قبل از این جنگ های کوچک کوچک اتفاق افتاده بود. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر شهید شدند از مسلمانان، از کفار هم کشته شدند. سریه های کوچکی، درگیری های کوچکی، چون که دشمنی بود. هر جا هم دیگر را میدیدن تو راهی میزدن. 5 شتر سوار این طرف، 10 اون طرف، اینا با هم دیگه درگیر میشدن. اما جریان بزرگ و درگیری بزرگ که اتفاق افتاد در جنگ بدر بود. اینجا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصد جنگ نداشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم قصد کرده بودند کاروان ابو سفیان را، کاروان تجاری ابو سفیان را. من در این رابطه خدمت شما یه توضیح بدم و ذهن شما را، فکر شما را به طرف این توضیح متوجه بکنم.
چون بعضی فکر میکنن که دشمن وقتی که کاروانی داشت هر وقت میتونیم بهش حمله کنیم، جلوش را بگیریم، مالش را ببریم، به حال دشمن دیگه. شرایطی گرچه هست، اما اینجا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صرفاً به خاطر اینکه چون ابو سفیان است، چون اهل مکه هستند، کاروانی دارن لذا کاروانشون را بزنیم، چنین هدفی نبود. اون چیزی که در بزرگان ما محققین ما نوشتند، این جریان یک پشت پرده ای داشت. پشت پردهش این بود که وقتی که جنگ های کوچک کوچک انجام گرفت، یک روز ابو جهل که مغز متفکر مشرکان بود، ابو جهل گفت که ما باید یک سرمایه ای را برای جنگ با مسلمانان و برای از بین بردن اینها باید سرمایه گذاری کنیم. گفتند چیکار بکنیم؟ با هم نشستند، گفتند هر یک از ما یک سرمایه بذارد و یک کاروانی تشکیل بدیم، یک تجارتی برا بندازیم تا اینکه خوب سرمایه دار شدیم، خوب وضعیت ما خوب شد، بعدا انواع اسلحه، انواع امکانات بگیریم، تمام ساز و برگ را آماده بکنیم، یک ها حمله بکنیم، همه چیز را یک سره بکنیم، تمام بکنیم. لذا این مشوره شد که پول جمع کنند. پس گفتند که در رأس ابو سفیان، در رأس قرار گرفت، در رأس این کاروان تجاری در واقع یک نوع جماوری بود، یک نوع آمادگی بود بر علیه مسلمانان. نه اینکه اینا برای معاش خودشون رفتن تجارت بکنند. رسول الله گفته نه، برین جلوشون را بزنید. گرچه اون کار را هم میکردند هم جایز بود، چون اینها در مکه ظلم کرده بودند. هرچی مال مسلمانان در مکه مانده بود به دست اینها به تاراج رفت. اینها رحم نکردن بر مسلمانان. اگر اموالی که اینها برای معاش خودشون، برای زندگی خودشون اگر اونها داشتند و میرفتند، اگر بر اونها حمله میشد هم حقشان بود. اما اینجا نه. حتی می آید در کتاب ها که پیرزنی مقدار پول داشت، گفت این سرمایه من را هم بگذارید. اینها گفتند که از همه سرمایه گذاری بکنن، برن خرید بکنن، بیارند تا از نظر اقتصاد، از نظر معاش وضعشون خوب بشه و بتوانه یه آمادگی خوبی بر علیه مسلمانان داشته باشند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که متوجه شدند از طریق وحی این کاروان را میگذاشتند، این به ضرر بود، این یک توطئه بزرگی بود. پس حق این کاروان بود که این کاروان را مورد هدف قرار بدن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشوره کرد با صحابه چه کار بکنیم. صحابه گفتند که می رویم جلو اینها را می گیریم و به هر حال اموالشون را بر می داریم. تقریبا حدود 70 نفر الی 80 نفر گفتند با ابو سفیان در اون کاروان همراه بود. اینها از شام بر می گشتند. خب راهشون از نزدیک مدینه منوره بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمادگی گرفتند. لشکری بود حول و حوش 313 نفر. امکانات زیادی نداشتند، تعدادی اسب بود، شمشیر بود، جمعیتشون خوب بود در مقابل اون 70 نفر. به هر حال می توانستند که به راحتی کاروان را بزنند. وقتی که آن حضرت به طرف اونها رفتند، ابو سفیان از طریق جاسوس های خودش متوجه شد که سپاه اسلام داره می آید به جلوی ما که می خواهد کاروان را از بین ببرد. ابو سفیان فوراً راه کناره دریا را، راه ساحل را قصد کرد، مسیر را عوض کرد. مثلا مسیری که باید از پشت مدینه رفت به طرف دریا، به طرف ساحل رفت و پیغام فرستاد برای ابو جهل که به داد ما برسید که اینها به طرف ما دارن میاد. ابو جهل فوراً جمع کرد مردم مکه را، سخنرانی بسیار آتشین و حماسی کرد. همه
آماده شدن. گفت هر چی دارید آماده کنید که اینها الان این اندازه قدرت گرفتن که جلوی کاروان شما را میخوان بگیرند. لذا تمام جوانان قریش و تمام سرداران خودشون، هیچ که نماند، تمام سرداران خودشون جلو شدن، جوانان پشت سرشون. حدود 1000 نفر فوراً جمع کردند با هر چی که امکانات، هر چی شمشیر، هر چی اسلحه بود. تو انبار دیگه چیزی نماند، همه برداشتند و یک شهری بود. حرکت کردن به طرف مکه مکرمه. الله عزوجل به پیغمبرش وحی کرد که از این دو قافله یکی مال شماست، با هر کدوم که روبرو شدید وعده من هست که شما را پیروز میگردانم، یا کاروان یا این لشکر کفر، لشکر ابو جهل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه مشوره کردن، الان اطلاع دادن که ابو جهل داره میاد، نیروی کمکی برای اینها میاد. اخبار گرفتند، گفتند حدود 1000 نفر هستند، چون که کسانی اخبار گرفتند که شترها را حساب کردند، گفتند هر وعده غذایی 10 تا شتر کشته میشه و در اون زمان هر شتری برای 100 نفر بود. هر وعده غذا 10 تا شتر، یعنی برای 1000 نفر غذا پخته میشد، درست میشد. زنها بودند، مردها بودند، همه. لذا یه مقدار طبیعی بود مسلمانان پریشان شدند، نگران شدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چون که به وعده الهی ایمان داشت، باور داشت، دلش میخواست که با لشکر ابو جهل روبرو بشه، چون این کاروانیان عددی نبودند، 70 نفر بودند. خدا که وعده کرده، رسول الله میخواست که این لشکر را شکست بده، کمر اونها را بشکنه. لذا از صحابه مشوره گرفت که نظر شما چیه؟ میدونید در مشوره سرداران مشوره میدن، امیران مشوره میدن. اولین مشوره را ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه داده. این دو نفر گفتن یا رسول الله هر چی شما تصمیم بگیرید ما آماده ایم. این از طرف مهاجرین بود، در رأس مهاجرین ابوبکر و عمر بودند. حضرت سعد ابن معاذ هم گفت یا رسول الله ما آماده ایم. اینجا بعضی از صحابه تزلزل داشتند، دغدغه داشتند، گفتم ما که برای جنگ آماده نشدیم، ما با این چند تا شمشیر چطور بجنگیم با این لشکر؟ بهتره همون به طرف کاروانی ها بریم و اونجا حداقل مالی به دست بیاریم، به طرف لشکر ابو جهل نریم. یک مقداری تزلزل که بود، صحابه سخنرانی کرده. یک سخنرانی بسیار حماسی حضرت ابوبکر صدیق کرد، یکی حضرت مقداد ابن اسود کرد و یکی حضرت سعد ابن معاذ، که اینها گفتن یا رسول الله ما مثل اصحاب موسی نیستیم که بگیم شما و ربت برو، ما در کنار شما هستیم تا آخرم هستیم، میگیم که شما و رب بروید و ما هم همراه شما در کنار شما هستید و قسم به اون ذاتی که جان ما در قبضه قدرت او هست، تا آخرین قطره خونی که در بدن داریم، تا آخرین نفسی که داریم، در دفاع از شما، در دفاع از حریم شما، در دفاع از اسلام عزیز ما می جنگیم. اینها با سخنرانی‌های حماسی خودشان هم صحابه را تقویت کردند، هم رسول الله را دلگرم کردند. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت پس برویم به طرف لشکری که داره میاد. مسیر را از وسط را عوض کردن، رفتن به طرف مکه، به طرف بدر. ابو سفیان رفت تا اینکه به طرف دریا رسید و از اونجا راه ساحل را گرفت و از حدود مدینه که خارج شد احساس کرد دیگه خطر رفت شده،
فوراً پیغام فرستاد به ابو جهل، گفت ما نجات پیدا کردیم، شما هم برگردید. پیغام رسان وقتی که آمد به ابو جهل پیغام را داد، ابو جهل بسیار عصبانی آتشین بود، گفت که نه، سوگند یاد کرد که تا وقتی که من اینها را دیگه تمام نکنم، نابود نکنم، بر نمیگردم. اینا اینقدر گستاخ شدند که الان به طرف کاروان ما حرکت میکنند و کاروان ما را میخوان مورد تعرض قرار بگیرند. این بیچاره خیلی کوتاه فکر میکرد، ازلش خراب بود. لذا هرچی گفتند ابو سفیان گفته نرو، برگرد. گفت نه من میرم. و اونم یک سخنرانی آتشینی برای جوانان قریش کرد. اونها حرکت کردند، آمدند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفت. اونها آمدند در چاهی، کنار چاهی به نام بدر. اصل بدر نام چاه بود و یک وادی بود. اونجا آمدند و چادر انداختند، قرار گرفتند رو کنار آب. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند جاهای خوب را اونها گرفته بودند در این وادی، در این آبادی. اصل چاهی بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم جانب دیگر به طرف نزدیک مدینه و اونها دورتر از مدینه. اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى. شما در کناره نزدیک به مدینه بودید، اونا در کناره دور از مدینه. لذا مسلمانان که آمدند اینجا هیچی نبود، امکانات نبود. جایی که مسلمانان قرار داشتند ریگستان بود، ریگ بود. راه رفتن مشکل بود، در ریگ ها گرد و خاک بود، غبار بود. اما جایی که اونها بود زمین خاک خوبی بود و آب هم بود، همه امکانات بود. الله عزوجل اولین نصرت را و اولین کمک را به مسلمانان کرد. بارانی شروع به باریدن کرد، باران بسیار فراوانی که وقتی که باران ببارد ریگ سفت میشه، گرد و خاک میخوابد، غبار میخوابد و اینها تمام ظرفای خودشون را از آب باران که جمع میشد هر جا پر کردند و اون طرف همش گل و لای شد. راه رفتن تردد برای اونها مشکل شد. لذا الله عزوجل این اولین یاری را و اولین نصرت را نشان داد. خب تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم متوجه دعا شد. نکته مهم و بارزی که در معرکه بدر قرار دارد دعای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که رسول الله رفت در یک گوشه در حالی که خداوند وعده کرده بود نصرت الهی، اما پیامبران سنتشون مناجات با رب هست، دعا و نیایش هست. در هر کاری که شما انجام میدهید، کار مهمی هست، کار مشکلی هست، کار آسانی هست. اینجا که این کار آسانه برای پیغمبر نباید دغدغه داشته باشه. خدای عزوجل وعده کرده، خدا فرموده که یکی را اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، خدا وعده کرده بود یکی از این دو جماعت مال شماست، شما بر اونها چیره میشید، بر اونها پیروز میشید، شکستشون میده. وعده الهی هست. ولی با وجود این دعا نیایش، اینو میخواستم عرض کنم که اگر در هر کاری فکر میکنی 100% موفق میشی، باز هم از دعا غافل نباش. خدای نکرده مانعی میاد ناموفق بشی. فکر میکنی حتی تجارت، فکر میکنی که اینجا دیگه سود 100% است، اینجا هیچ ضرری نیست، باز هم از دعا غافل نباش. مبادا یه وقتی بری و دیگه عارضه‌ای، دیگه مشکلی پیش بیاد و ضرر بکنی. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم یک گوشه رفت، دست به دعا برداشت، مبالغه کرد در دعا، دستها را بلند کرد، چنان دستها را بلند کرد. الان امروزه خیلی از دعا میکنن دست بلند نمیکنن، نمیدونم چرا. رسول الله چنان دستها را بلند کرد که چادر مبارک افتاد. حضرت ابوبکر صدیق گرفت چادر را دوباره بر شانه های آن حضرت قرار داد. گریه، تضرع.
و این کلمات سبحان الله چقدر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به این جماعت صحابه امید داره و دل بسته. میگه بار الها اگر این جماعت اندک را امروز در این میدان از بین ببری دیگه در روی زمین کسی نیست تو را عبادت کند. عبادت کنندگان تو اینها هستند. دغدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هست، یارانش سالم بمانند، یارانش اینجا تلف نشند، از بین نروند. چنان گریه که ابوبکر رحم آمد، گفت یا رسول الله خدا وعده کرده، وعده خدا انشاءالله محقق میشه، کافی هست. از بس که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم فشار بود. لذا الله عز وجل این صحنه را، این میدان را و اون چی که جریان اونجا هست در این آیات بیان میفرماید. الله میفرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. عرض کردم کما یا تشبیه هست، همان گونه که خداوند شما را از خانه‌ات بالحق بیرون کرد، ای بالحکمت و الصواب. یا اینکه تعلیلیه هست، لما اخرجک یعنی انفال اختیاراتشون به شماست، به دلیل اینکه خدا شما را برای این جنگ اول از خانه بیرون کرد. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همانا دسته ای از مؤمنان لکارهون نمی پسندیدند این را. طبعا البته وقت خروج، جامع البیان تفسیر جامع البیان میشه وقت خروج، اما بعدن که به میدان آمدند سبحان الله کسی نبود که جلوی این شیرها را بیاد و حریف اینها بشه. یجادلونک فی الحق، با شما بحث میکردن بنویسید به طور مشوره، فی الحق در رابطه با اون چیزی که حق بود، درست بود. بعد ما تبین، بعد از اون که واضح و روشن شد برای اونها، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا آنها برده می شدن به سوی موت، چنان بر اونها دشوار شد و آنها می دیدند. چی را می دیدند؟ اسباب موت را. چون که واقعا اسباب موت، شما فکر بکنید از نظر امکانات، یک طرف 1000 نفره، یک طرف 300 نفره، یک طرف تا دندان مسلح است و یک طرف 4 تا شمشیر بیشتر ندارد، چند تا اسب دارد. اینا با هم این آیات به طرف مرگ رفتن نیست است، مگر اینکه کسی که به ذات حق اعتماد داشته باشه و به وعده های الله وعده می کند. و اذ یعیدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، زمانی که وعده کرد الله یکی از دو جماعت را، یکی از دو گروه طایفه را، یا قافله ابو سفیان یا لشکر ابو جهل، یکی از این دوتا مال شما، انها لکم مال شما، یعنی الان فتح و پیروزی در دست شما، موفقیت وعده الهی است، مال شما. اما عموم صحابه چی دوست داشتند؟ طبیعی است دیگه. و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، شما دوست داشتید، میپسندیدید که غیر ذات شوکت، خاردار نباشد برای شما، اونی که خار دارد اون نباشد، غیر اون باشد. کدوم خار داشت؟ لشکر ابو جهل، همش مسلح، خطرناک بود. لذا غیر از این دومی یعنی قافله. اما الله اینجا اراده دیگری داشت، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شما نمی پسندیدید اما خیر شما در همین است. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، الله میخواست عملا حق را ثابت بکنه، بکلماته ای بوعده یا بتشریعه و تکوینه. خداوند وعده کرده بود، طبق اون وعده میخواست حق عملا ثابت بشه. چون واقعا از اینجا به بعد خیلی مردم متوجه شدن حق یعنی چه.
اینها چه نیروی اینها را پشتیبانی کرد؟ بدون امکانات، بدون اسلحه این لشکر جرار را خار و زبون کردند. و یقطع دابر الکافرین، الله عزوجل میخواست از بیخ برکند ریشه کافران را، قطع کند. لیحق الحق، این حکمت قطع هست تا حق ثابت بشه و باطل هم باطل بشه. یعنی هر که ببیند حق کدومه باطل کدومه، ولو کره المجرمون، گرچه مجرمان این را نپسندند، مشرکان. لشکر کفر وقتی که آمد، اون ابهتی که داشت، اون شوکتی که داشت در میدان بدر، وقتی که روبرو شد دیگه کمرش شکست، دیگه اون دبدبه را نداشت، اون جایگاه را نداشت، اون عظمت را نداشت. الله میخواست همین کار بشه، لذا این کار شد. اینجا الله عزوجل از استغاثه و طلب دعای صحابه یاد می کند. تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم استغاثه نکردن، هر یکی یک گوشه، هر یکی یا الله یا رب فتح بیار، موفقیت بیار. الله می فرماد اذ تستغیثون ربکم، زمانی که شما از ربتان اغاثه و فریاد می طلبیدید، شما از رب کمک می خواستید، بار اله ما را در این معرکه کمک بفرما. فاستجاب لكم، الله اجابت کرد. الله عزوجل چگونه اجابت کرد؟ الله تعالی چون که انسان معمولا چشمش به اسباب هست، الله عزوجل هم ذکر اسباب را آورد. الله تعالی فرمود اونها چند نفرند؟ 1000 نفرند. خب برای شما هم 1000 نفر از فرشته ها می فرستم، کافی هست یا نیست؟ یه بحثی در بین مفسران هست که آیا واقعا فرشتگان آمدن یا تقویت قلب بود؟ جمهور معتقد از فرشتگان آمدند. حتی فرشتگان را بسیاری مشاهده کردم، من جمله بحث ابلیس می آید. ابلیس که به شکلی در لشکر کفار بود، ابلیس مشاهده کرد. و بحث دوم اینه که آیا فرشتگان جنگیدند، درگیر شدند؟ اینجا هم قول محقق و درست اینه که فرشتگان جنگیدند، چون که ما در همین جا داریم که یک صحابی میگه من به طرف یک کافر رفتم، هنوز نرسیده بودم دیدم افتاد دیدم بر دهنش اثر دره و شلاق هست که شلاق خورده به دهنش افتاده، چشمش ایستاده. فرشتگان میزدند. پس الله عزوجل فرشتگان را عملا فرستاد، گرچه الله میفرماید من بدون فرشته هم شما را نصرت میکنم، اما دنیا دار اسباب است. من فرشتگان را فرستادم به هر تعدادی که لشکر کفار بود، به همون تعداد الله وعده کرد. فاستجاب لكم انی ممدكم ب1000 من الملائکة مردفین. الله می فرماید اجابت کرد الله. انی این کیفیت اجابت است، ای به انی، به این صورت که من ممدکم شما را یاری می رسانم ب1000 من الملائکة مردفین، با 1000 تا فرشته ردیف، صف بسته پشت سر هم در حال رژه هستند و میاند به طرف جنگ و میدان جنگ. اما الله می فرماید که این ارسال ملائکه و ارسال فرشتگان در واقع به خاطر تقویت قلب شما بود، و الا اصل نصرت. اینجا خیلی نکته مهمی هست که اعتماد باید به ذات الله باشد. توحید اصل همینه. حتی فرشتگان، اعتماد بر فرشتگان هم نباشد، اعتماد به ذات حق باشد. الله می فرماید و ما جعله الله، این حکمت انزال ملائکه است. این را الله قرار نداد الا بشرا، مگر بشارتی مجدهی، تا که شما
به شما مژده برسد، دلتون خوش بشه. ولتطمئن به قلوبکم، تا که به وسیله این دلتان مطمئن بشه که بله اگر همون تعدادی که اونها هستند ما اون تعداد فقط کمکی داریم تا شما خوب بجنگید، قوی باشید، دلتون قرص بشه. و من نصر الا من عند الله، اما حقیقت اینه که نصرت و یاری نیست مگر از جانب الله است. یعنی نصرت و یاری با فرشته نیست، نصرت و یاری با نصرت و یاری الله است، با کلمه کن الله است. المعنى لا تحسس النصر من الملائکه علیهم السلام. معنای این آیه این هست که شما احساس نکنید که کمک از طرف ملائکه آمده. فإن الناصر هو الله تعالی لكم والملائکه. ناصر اصلی شما و ملائکه الله است. ملائکه را هم خدا کمک میکند. بله، فلا دخل للملائکه فی النصر اصلا. روح المعانی میگه ملائکه در نصرت، در یاری هیچ نقشی ندارند. اما الله عزوجل برای تقویت شما، دل شما مطمئن بشه، دل شما قرص بشه. و الا و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب الله است. باید هر مؤمنی این عقیدهش باشد. اسباب اگر دارد هم به اسباب دل نبندد، به رب الاسباب باید دل بست. ان الله عزیز حکیم، الله غالب است، هر کاری که الله بخواد انجام میده. اما حکیم، کار الله عزوجل با حکمت است. خب صحابه وقتی که ابتدا پریشان بودند، اولین نصرت عرض کردم به وسیله باران آمد. چون زمین خوبی نبود، گرد و خاک بود، ریگ بود، رفتن در ریگ مشکل بود و آب هم نبود، گرمی بود، تشنگی بود، پریشانی بود، امکانات دشمن هم خیلی بالا بود. لذا الله عزوجل هم باران آورد و هم بعد از باران بر صحابه خوابی را غالب کرد که چنان خواب رفتند که بعد از خواب بلند شدند، همه غم از بین رفته بود. حتی میگوین صحابه که ما ایستاده هم خواب میرفتیم، ایستاده بودیم، شمشیر به دست ما بود، شمشیرها میافتاد. این نصرت الهی است. الله میفرماید اذ یغشیکم النعاس امنة من، زمانی که تحت پوشش قرار داد شما را نعاس خواب را میگن، خواب خفیف، چرت زدن، که امنة من، امنة مفعول له است، به خاطر آرامش شما از جانب الله، منه ای من الله. و ینزل علیکم من السماء ماء، و همچنین الله فرستاد، نازل کرد بر شما از آسمان آب، لیطهرکم به، تا که به وسیله این آب شما را پاک بگرداند از حدث اصغر و اکبر، و دل شما هم پاک بشه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، تا که از دل شما بره وسوسه شیطان. ولیربط علی قلوبکم، تا که دل شما را ربط بده، یعنی قرص بکند، گره بزند، دل شما قوی بشه. و یثبت به الاقدام، و یثبت، شما را ثابت قدم بگرداند. وقتی که دل انسان قوی بشه، پاهای انسان هم خوب می ایسته. اذ یوحی ربک الی الملائکه، الله تعالی ملائکه را که فرستاد، به سوی ملائکه هم وحی کرد، انی معکم، ای ملائکه من با شما هستم. یک تفسیرش اینه، انی معکم، من با شما هستم. یعنی چه؟ یعنی شما بروید مسلمانان را کمک کنید، نصرت بکنید، شما نترسید، شما دغدغه داشته نباشید، من با شما هستم. یک معنی همینه که این تقویت به خود ملائکه هست. اما معنی دومش که بیشتر ترجیح دادند، انی معکم مؤمنین هست. اینجا قولو مقدر است که
خداوند به ملائکه گفت که قولوا، شما برید به مؤمنین بگی انی معکم. ملائکه آمدن به رسول الله گفتند، رسول الله به مسلمانان گفت که ای مسلمانان، ای بندگان من، نترسید. چون این توجیه بیشتر توجیه داره به دلیل اینکه ملائکه که نمی ترسیدند. اگر ترسی بود در دل این افراد بود، صحابه بود، با توجه به اینکه اولین تجربه هست، اولین جنگ هست، بدون هیچ امکاناتی هست، لذا دغدغه فراوان بود، حق هم داشتند. لذا الله میفرماید انی معکم، ای معکم بالنصره، من با شما هستم، شما را یاری میکنم. فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم نگه دارید کسانی را که ایمان آوردن، یعنی اونا را ثبات بدید، اونا را تقویت کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این بیان انی معکم هم هست که در دل دشمن شما من رعب و وحشت ایجاد میکنم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب من القا میکنم، می اندازم در دل کسانی که کفر کردن، رعب می اندازم. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، بزنید گردنها را فوق الاعناق. این کلمه فوق اضافی هست، همون قبلا خواندیم فوق اثنتین، چطور فوق اضافه بود، اینم فوق الاعناق. بزنید گردنها را، واضربوا منهم كل بنان، بزنید هر بنان، هر بند دست را بزنید. چرا دستها را؟ چون به وسیله دستها شمشیرها را می گرفتن، یعنی اونها را بزنید تا اونها از گرفتن شمشیر عاجز بمانند، نتونن به شما حمله بکنند. یا اینکه بند بند کنید اونها را، تکه تکه کنید اونها را. معمولا محاوره هست، اصطلاح هست. چرا چنان سخت بزنید؟ سبحان الله، اینا دشمنان خدا هستند. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، این به سبب این است که اینها مخالفت کردند الله و رسول را. و من یشاقق الله و رسوله، هر کسی که مخالفت کند با خدا و رسول خیلی سخت است. گاهی انسان دانسته، دیده دانسته مخالفت می کند، گاهی ندانسته در جبهه کفر و در جبهه شرک قرار می گیرد و با خدا و رسول خدا مخالفت می کند. فإن الله شدید العقاب، همانا الله سخت عذاب می دهد. این ثمره اخروی هست، ثمره دنیوی همون که اونها را بزنید. ذالکم فذوقوا، قلنا ذالکم، ما این را گفتیم بچشید، یعنی بچشید عذاب دنیا را، بچشید ضرب خدا را در این دنیا. و ان للکافرین عذاب النار، این در دنیا بود، اما در عقبا در آخرت چی؟ برای کافران عذاب آتش است، در آتش جهنم به طور ابد می سوزند. خب معرکه بدر مفصل هست و انشاءالله چون آیاتش جلوتر می آید تفصیلش، که جزئیات جنگ، بعضی جزئیات را قرآن مجید اشاره کرده در همین سوره، بعضی ها را طلاب عزیز در سوره انفال خواندند. اما قبل از اون که به اون جزئیات برسیم، چند تا قانون هستند اینجا، قانون جهاد، ضوابط جهاد، اینجا قوانین جهاد را الله تعالی بیان می کند. خیلی مهم هست در جهاد قانون را رعایت کردن. مجاهدین باید از همه بیشتر رعایت بکنن. چرا؟ چون که اونها وقتی که اسلحه به دستشون هست احساس قدرت نکنند، قدرت از آن الله هست. چون کسی که اسلحه به دست دارد فکر میکنه که هیچ کسی جلوی منو نمیتونه بگیره، امکان در این انسان بیشتر نادیده بگیرد قوانین را، بیشتر ظلم بکند، بیشتر باید مجاهد رعایت بکند. گاهی الله عزوجل با اندک چیزی نصرت خودش را میگیرد که کمی کوتاهی میکنند. پس اینها که در جبهه ها هستند و اینطور انسانها را، بعضی ها راحت انسانها را میکشند، برای اونها کشتن انسان راحت است. اینها باید بدونند که باید قانون خدا را رعایت کنند،
باید اطیع الله و رسوله را مد نظر بگیرند. در جنگ ما قانون داریم، بلا نسبت بلا تشبیه. وحشیگری نیست که هر که جلو آمد انسان بکشد، نه خیر. چنین اموری که انسان چنان اقدامی بکند که هر کس، زن و فرزند و مظلوم و حق و بناحق و همه کشته بشوند، الله راضی نمیشه. یک صحابی قبلا خدمت شما عرض کردم، حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه میگوید من کسی را زدم در جنگ که او چندین مسلمان را شهید کرده بود. دیدم خیلی این چالاک است، اینو میزنه اونو میزنه، گردن این یکی را دست اون یکی را. من کمین کردم و دنبالش افتادم که به محض این که ببینم مقداری غفلت کرد بر او حمله بکنم. به تعقیبش بودم، دنبالش بودم. همین که من متوجه شدم که الان بهترین فرصت است، حمله کردم. اون کلمه خواند لا اله الا الله. منم میدونستم از ترس میخواند. دیگه من مهلتش ندادم، زدمش، کشتم فوراً. به صورت افتخار برای رسول الله تعریف میکنه یا رسول الله این فلان مشرک که امروز اینقدر مسلمان را زد، شهید کرد، زخمی کرد، من تعقیبش کردم و میخواستم بزنم، لا اله الا الله خواند. رسول الله فرمود بعد چی کار کردی؟ گفت زدمش. گفت زدی او را کشتی که لا اله الا الله خواند؟ گفت یا رسول الله او از ترس خواند. گفت که از ترس خواند، قلبش را شکافتی؟ دیدی که از ترس خواند؟ از ته دلش خبر داری؟ الان اسامه پشیمان شد، عجب اشتباهی کردم. گفت کاش من امروز مسلمان می شدم که مسلمان شدن همه پرونده گذشته را پاک میکنه، گناهان گذشته را پاک میکنه. دیگه اسامه تا روزی که حیات داشت احتیاط میکرد. در جنگ هایی که بین خود صحابه منافقین انداختند اسامه نمی رفت، شرکت نمی کرد، احتیاط می کرد. می گفت مسلمانی از دست من کشته بشه. ازا کشتن مسلمان خیلی سخته. الان اونم ما هم فکر می کنیم از ترس خونده، ولی اسلام قوانینش بر اساس ظاهر است. ظاهرا مسلمان است. عبدالله ابن عبی در کنار رسول الله نماز می خونه، بزرگترین جنایت ها را هم میکنه. اسلام به ظاهر نگاه میکنه. پس نه اینکه کسی بگیم که هر کسی با کفار همکاری میکند. حتی قبلا عرض کردم بعضی هم معتقد هر کسی اگر نانی به کافر میفروشه، نانوایی دارد، سوپرمارکتی دارد، غذایی به کافر میفروشد، اینم همکاری باید او را هم کشت. اینو نگفته اسلام. اسلام دین رأفت است، دین محبت است. مسلمانان اگر نادانی بکنند، چرا در جبهه با اونها همراه بودن، باید اونها را کشت. اما کسی که این شائبه همکاری وجود داره یا اینکه 100% میدونیم بیگناه است، به اون حمله کردن و او را کشتن، این درست نیست. لذا الله عزوجل چند تا قانون که این قوانین را ما بخوانیم میدونیم که مجاهد باید از همه بیشتر منضبط باشد، از همه بیشتر باید پایبند باشد، از همه بیشتر باید از خدا بترسد. یکی از قوانین هم همین تقواست. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. ای مؤمنان هرگاه که شما ملاقات کردید با کفار، زحفا، زحفا یعنی روبرو شدن با اون انبوهشان، با اون انبوهشان، با جمعشان، فلا تولوهم الادبار. آبرو را نبر، پشت نده، از خود ضعف و سستی نشان نده که ضعف و سستی تو ضعف و سستی همه مسلمانان است. یکی از گناهان کبیره این هست که انسان در جبهه بزدلی نشون بده. کشته شدن شهادت 100 شرف دارد از گریختنی که انسان خودش را نجات بده.
الله عزوجل از گریختن راضی نیست مگر اینکه تاکتیکی باشد. و من یولهم یومئذ دبره، هر کسی یولهم برگردان روز در آن روز پشتش را، یعنی به دشمن پشت بده و فرار بکند. البته در دو صورت برایش اجازه هست، الا متحرفا لقتال، مگر این یک تاکتیک جنگی باشد. به این صورت که انسان از یک طرف عقب نشینی میکند تا کافر بیاد جلو، از دو طرف مثلا بقیه محاصره بکنن کافر را، یک نوع تاکتیکی هست. یا عقب نشینی میکند تا او بیاید ضربه ببیند، آسیب ببیند، این صورت درسته. یا اینکه کسی خیلی زیاد بیجا پیشروی کرده، الان که نگاه میکند چند کیلومتر مجاهدین عقب هستن، میگه من تنها اینجا چیکار بکنم با اینها بجنگم، ما 2-3 نفریم، لذا عقب نشینی میکنه تا با بقیه مجاهدین همراه بشه، این اشکال ندارد. او متحیزا الی فئه، یا اینکه خودش را جمع میکند همراه با جماعت. غیر از این دو صورت هر کسی که عقب نشینی بکند فقط باء بغضب من الله و مأواه جهنم، این انسان رجوع کرده به خشمی از جانب الله و جایگاهش جهنم است. ببین چه کلمات غلیظی، سختی. و بئس المصیر، بسیار جای مسیر بدی هست، جای رجوع بدی هست. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که گناهان را پرسیدن، کبائر را پرسیدن، یکی از گناهان کبیره فرمود التولی یوم الزحف، روزی که با دشمن روبرو میشی و با دشمن میخوای بجنگی، پشت بدی، فرار بکنی، خیلی گناه است. پس مجاهدین که در واقع نمایندگی دارن از مسلمانان و همچنین بقیه کسانی که در میدانهای دیگه می جنگند، در میدانهای دیگه فعالیت می کنند، این استنباط بنده و اجتهاد بنده هست، اینها هم باید از مسیر حق عقب نشینی نکنند. نسأل الله العافیه. اما ولو اینکه برایشون سنگین تمام بشه، کسانی که در رأس امور فرهنگی هستند، امور دینی هستند، امور تبلیغی مردم هستند، امور دین مردم هستند، علما، دعات، دعوتگران، اینها اونایی که در مسیر قرآن و سنت حرکت می کنند، اینها نباید از مسیر عقب نشینی بکنند، نباید بترسند. الله عزوجل بزدل را دوست ندارد. چرا؟ باید هر کسی قوانین هر کشور را، هر ملک را رعایت بکند، خلاف قانون کاری نکند. اما اگر قانون چیزی نگفته، سلیقه افراد ایجاب میکنه، افرادی بگن شما در رابطه با فقهتون کار نکنید، در رابطه با دینتون کار نکنید، شما افراد خودتون را به سوی نماز دعوت ندهید، خب ما عقب نشینی بکنیم، این عقب نشینی گناه داره برای ما. کسانی که مسئولیت را پذیرفتند، کسانی که بر این کارها الله عزوجل اونها را گماشته، کار دین میکنند، کار تبلیغ میکنند، کار فرهنگی میکنند، اینها نباید بهراسند، نباید بترسند از هیچ زهر چشمی، از هیچ تلفنی، از هیچ تهدیدی، از هیچ زندانی نباید بترسند. عقب نشینی کردن، بزدلی از خود نشان دادن، این ضربه جبران ناپذیری به همه مسلمانان وارد می کند. الله عزوجل کسی را که در مسیر الله باشد، در مسیر قانون باشد و شهامت داشته باشد دوست دارد. لذا الله می فرماید فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، شما اونها را نکشتید، خدا کشته. ما وقتی که کاری میکنیم خداوند کار را میکنن، ما نیستیم، ما کاری نیستیم. بعداً به عنوان یکی از افتخارات خودمون از خود تعریف نکنیم. بعضی گفتند بعد از جنگ
یکی گفت فلانی را من کشتم، یکی گفت فلانی و فلان را من کشتم، یکی گفت من چند تا را زدم. هر یکی تعریف کرد. طبیعی انسان دیگه تعریف را دوست دارد، اما موحد باید از ربش تعریف کند. همه کار را رب کرد. الان ما کاری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، کار تبلیغاتی، کار دعوت. یکی بگه من اینقدر نفر را مسلمان کردم، یکی بگه که من این همه آدم را به راه خدا هدایت کردم، دعوت کردم. نه، اینا همه کار الله است. این آیه به ما همینو میگه. ما هیچ وقت از خود تعریف نکنیم. الله عزوجل میخواهد ما بندگان مخلص باشیم، یعنی همه چیز را به الله نسبت بدیم، اون وقت پاداشش را خودش به ما میده. و هم حقیقتا کار خداست. الله میفرماید فلم تقتلوهم، شما آنها را نکشتید، ولکن الله قتلهم، اما الله آنها را کشت. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نریختی خاک را و نزدی شما زمانی که زدی ای محمد صلی الله علیه و سلم، ولکن الله رما، اما الله بود که اونها را زد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از معجزاتشون در معرکه بدر، در جنگ بدر این بود که بعد از دعا و بعد از نیایش و وقتی که صفها روبروی هم قرار گرفتند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشتی خاک برداشت. به اذن الله بود، به امر الله بود. مشتی خاک برداشت و به نام الله این خاک را به طرف دشمن ریخت. الله عزوجل ذرات این خاک ریزه ها را به چشم تک تک دشمنان قرار داد که اونها اصلا دیدشون را از دست دادند. اونها ندونستند چی کار بکنند. لذا این بود که میخواستن به هر سمتی برند، خوب نمیدیدند. الله تعالی امون ابتدای جنگ اونها را، روحیشان را به این صورت از بین برد. لذا الله میفرماید و ما رمیت اذ رمیت، نینداختی نزدی زمانی که تو زدی، ولکن الله رما، اما این الله بود که زد. الله بود که به چشم تک تک اونها گردریزه ها را برد. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، تا اینکه الله تعالی بلا خواندید قبلا دو معنا داره. یکی به معنی امتحان، الله امتحان بکند مؤمنان را، بلاء حسن امتحان زیبا. یا معنای دوم بلا به معنای عطا هست، انعام هست، تا اینکه خداوند انعام بدهد مؤمنین را از جانب خودش. بلاء حسنا ای عطاء حسنا، اونا را شکست بده، اونا را خوار و ذلیل بکند و الله تعالی اموال و ثروت زیادی از اونها به مؤمنان بده. ان الله سمیع علیم، الله همه اقوال شما را میشنود، از همه احوال شما با خبر دارد. بر اساس شرایط شما الله تعالی برای شما برنامه ریزی میکند. ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. ذالکم ای قلنا ذالکم، ما این را گفتیم، یعنی اینکه الله عزوجل اونها را شکست داد. الله میفرماید ما این کار را کردیم. و ان الله موهن کید الکافرین، این حکمتش است. و اعلموا، بدانید که خداوند توطئه کافرین را از بین میبرد. موهن یعنی اهانت کننده، ذلیل و خوار کننده، یعنی کارآمد نمیشه، بی ارزش میشه توطئهشان، به درد خودشون میخوره. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و ان تنتهوا فهو خیر لكم. الان دو کلمه روی سخن با کفار، با مشرکین. کفار و مشرکین همیشه میگفتند متى هذا الوعد، متى هذا الفتح. این که شما میگید خدا ما را مؤاخذه میکنه، خدا ما را میگیره، خداوند فیصله میکنه، این فیصله، این فتح به معنی فیصله هست. این فیصله الهی کی هست؟ زودتر بیاد، زودتر ما مؤاخذه بشیم، زودتر ما گرفتار بشیم به عذاب. خودشون میخواستن. همش در زندگی مکی که رسول الله اونجا بود همینو میگفتند و مسخره میکردند.
چون که حریف خودشون کسی را نمیدونستند. الله الان میفرماید در اینجا بعد از این که زندگی مکی تمام شد، سال دوم هجری بود جریان بدر، الله میفرماید ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اگر شما طلب فیصله میکنید همانا فیصله شد. فیصله شد آمد، همینه که شکست خوردید در این جنگ. که وقتی که صحابه حمله کردند 70 نفر، نه 70 نفر معمولی، تمام اعضای مجلس دارالندوه کشته شدند. دارالندوه اون مجلسی بود، پارلمان مشرکین و قریش مکه، در اونجا شیوخ می نشستند، بچه ها را نمی گذاشتند، جوانک ها را اونجا نمی گذاشتند، آدم های پخته می نشستند. ابو جهل تشریف داشت، عتبه و شیبه بود، امیه بود، بزرگ هایشون، کله گنده هایشون اونجا بودند، همه اونها اینجا کشته شدند، هیچ کس باقی نماند. فقط ابو سفیان در رفت، چون از اون طرف رفت، از اون مسیر رفت، کسی دیگه باقی نماند. افراد معمولی کشته نشدند. اینها در دارالندوه میخوانیم انشاءالله، در بحث هجرت میاد، همینها نظرات و دیدگاه های مختلفی داشتند درباره رسول الله. یکی میگفت که بیرونش کنیم، یکی میگفت که زندانش بکنیم، یکی میگفت که بکشیمش. در همین آیات می آید همینها که نظراتی دادند و شیطان به شکل شیخ نجدی اونجا شرکت داشت و آخر مشوره ابو جهل را تایید کرد، گفت بهترین چیز همینه که بکشید او را. همینها را الله تعالی 70 تا از همینها کشت، اونایی که رؤوس بودند، اونایی که اصلی بودند، و 70 تا دیگر را الله تعالی از بهترین هایشون اسیر کرد. بقیه پالخت ها فرار کردند، هیچ که تو میدان نماند. لذا الله می فرماید شما فیصله می خواستید، فیصله شد. و ان تنتهوا فهو خیر لكم، الان اگر باز بیایید از مخالفت با توحید، از مخالفت با رسول الله، از مخالفت با دین، بهتر است، به نفع شماست. اما و ان تعودوا نعد، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. اگر شما دوباره بیایید به همین مسیر مخالفت، ما هم میاییم به مسیر زدن شما، به مسیر عذاب شما، در جهت از بین بردن شما. و هیچ وقت مغرور نباشید بر امکاناتی که دارید، بر مال و منالی که دارید. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، هرگز نفع نمیده، دفع نمی کند از شما، نفع نمیده و دفع نمی کند. فئتکم جماعت شما، چیزی، پارتی شما، گروه شما، هر چه داشته باشید، هر چقدر زیاد باشد، ولو کثرت، ولو اینکه زیاد باشد فئت شما. و ان الله مع المؤمنین، این علت است، این علت است، چون که خدا با مؤمنین است، با شما نیست. شما هر چه داشته باشید شکست میخورید، رو به زوال هستید. خب این قانون اول جهاد بود. همان گونه که مسلمانان مردانه در میدان بدر جنگیدند، هر مسلمان در هر میدان مرد باشد، بزدل و سست نباشد، ترسو نباشد. پس الله عزوجل دوست دارد بندگانش مؤمنین با شهامت باشد. شما در هر کاری خدا دوست دارد که شما شهامت داشته باشید، غیرت داشته باشید. الله تعالی خودش غیور هست، با غیرت را دوست دارد. بعضی وقت مردم به ناحق متاسفانه می ایستند، بر ایستادگی می کنند. این که مذموم هست، این ناپسندیده است، اما بعضی وقتا به خاطر حق خودشون، حقشون تلف میشه، می ایستند، میگن جان ما بره، ما حقمون را می خواهیم، و از کسی هم پروا ندارند. ولو اینکه ضایع کننده حق دولتی باشد، قدرتی باشد،
سرداری باشد. الله عزوجل همین میخواد که انسان باید دنبال حق ولو اینکه از مسیر قانون و راه قانونی باشد باید برود و انسان نباید سست باشد. الله عزوجل استقامت را، ثبات را دوست دارد. این قانون اول بود. قانون دوم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای مؤمنان اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول بکنید. در همون غیرتی که دارید نه بر اساس هوای نفس باشد، نه بر اساس نفسانیت و عنانیت باشد، بر اساس اطاعت خدا و رسول، یعنی در چارچوب شریعت، در چارچوب قانون الله. نه اینکه هرچی که من دلم میخواد اینا بگم غیرت. نه. دوم اینه که اطاعت خدا و رسول. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، پشت ندهید، اعراض نکنید از رسول الله در حالی که شما میشنوید. یعنی میشنوید چی میگه، لذا پشت ندید، اعراض نکنید. مثل منافقان نباشید، مثل مشرکان نباشید، گوش میکنند اما نمیشنوند، حالیشون نمیشه، متوجه نمیشن، چون که خدای عزوجل فهم را از اونها سلب کرده. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، نباشید مثل آنانی که میگویند با زبان شنیدیم و هم لا یسمعون، آنها نمیشنوند چون اعتقاد ندارن، عمل نمی کنند. لذا انسان اگه بگه شنیدم، چشم، عمل نکند، به درد نمیخورد. ان شر الدواب عند الله، خب اونها چرا و هم لا یسمعون؟ چون مهر جباریت بر دل اونها خورده، بر گوش اونها خورده. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اینا شر دواب هستند، بدترین موجودات چارپا هستند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین چارپایان یا بدترین مخلوقات زنده نزد الله اون انسانهای صم هستند، اون انسانهای ناشنوا هستند. البکم، اون انسانهای لال هستند. الذین لا یعقلون، اونهایی که درک ندارند، عقل ندارند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، الله اگر در وجود اونها خیری میدید، یعنی انابت، منظور از خیر چی هست؟ انابت، حق طلبی اگر میدید، لاسمعهم، الله اونها رو میشنوانید، یعنی هدایتشون میکرد. اما هیچ انابت نیست، همیش در وجود اونها چیه؟ اناد است. ولو اسمعهم، اگر به سبب همین اناد اگر الله اونها را بشنواند، لتولوا و هم معرضون، اونها بر میگردند در حالی که اعراض میکنن، پشت میدهند. یعنی عملا اونها پشت میدهند، قبول نمیکنند. پس ای مسلمان شما مثل اونها نباشید. فرق مسلمان و کافر چیه؟ فرق مسلمان و منافق. منافق میگه چشم ولی عمل نمیکنه چون اعتقاد نداره. مسلمان وقتی که میگه چشم باید عمل بکنه. لذا در هر کاری اطاعت خدا و رسول. الان اطاعت خدا و رسول اینجا بحث جهاد است، در جهاد، ولی این حکم کلی هست. اطاعت خدا و رسول، ما بگیم چشم و نکنیم خدا ناراضی میشه. در معاملات لازم است. ببین دستور شریعت چیه، دستور الله چیه. مبادا مرتکب حرام بشه، مبادا الله ناراضی بشه، ولو اینکه میلیاردها سود برای شما داشته باشه. اطاعت خدا و رسول لازمه. در مراسمات، مراسم عروسیه، مراسم عزاداریه، خوشیه، ناخوشیه، در هر چیز انسان مؤمن باید 100% مؤمن باشه. ادخلوا فی السلم کافه. فقط در مسجد مسلمان نباشیم، فقط در رمضان مسلمان نباشیم، فقط در حج مسلمان نباشیم، در همه شؤون زندگی باید اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. مثل کافران نباشیم، مثل منافقان نباشیم
که چشم به زبانشون هست اما در عمل هیچ. باید در عمل نشان بدیم که ما مسلمانیم. این دومین قانون هست که اینجا به صورت کلی گفته شده و وقتی که وارد جزئیات بشیم لذا باید مسائل معاملات را بدونیم، مسائل مراسمات را بدونیم، سنت را بدونیم، بدعت را بدونیم، همه چیز را بدونیم. از هر آنچه که خلاف دستور خدا قرآن است و خلاف سنت رسول الله است از اون به جد پرهیز بکنیم و احیاء سنت و احکام رب بکنیم. لذا این دستور دوم. دستور سوم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، ای مؤمنان اجابت کنید دستور خدا را، اجابت کنید برای خدا و برای رسول خدا. اذا دعاکم لما یحییکم، هرگاه رب شما را فرا میخواند به سوی آنچه که مایه حیات شماست، به سوی آنچه که مایه حیات شماست. چیه مایه حیات ماست؟ بعضی گفتند لما یحییکم جهاد است، چون که جهاد موجب حیات امت است، باعث زندگی پرسکون دنیا و آخرت است. جهاد وقتی که باشه کافر پار از گلیمش بیشتر نمیاره، سر جایش مینشینه، به مسلمان ستم نمیکنه. الله عزوجل جهاد را مشروع کرده تا جلوی ظلم گرفته بشه، تا جلوی ستم گرفته بشه. جهاد ما به خاطر زیاده طلبی نیست، به خاطر جلوگیری از ظلم است. هر کافری که به حقش قانع شد ما با او جنگ نداریم. هر کافری که من در سوره توبه انشاءالله درباره جهاد مطلبی عرض می کنم که اونطوری که از جهاد بعضی ها ترسیم کردن یک فکر خشونتی و در واقع بگن که در اسلام خشونت است، نیست. الله عزوجل گفته اگر اونها صلح خواستند شما هم صلح بکنید، و این جنحوا للسلم فاجنح لها، شما هم صلح کنید. خب امکان داری که اونها خیانت کنن و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، نترس. اگر کسی از کفار امان خواست میخواست با شما مذاکره بکند شما بهش امان بدهید. تمام صورتها را الله عزوجل، راههای گفتگو را، راههای مذاکره را، راههای صحبت کردن را، برای اینکه خونریزی نشه، عدالت بشه، هر کسی به حق خودش قانع بشه، الله عزوجل گذاشته. اما اگر کفار میخوان زیاده طلبی بکنند پس شما به سوی اون چی که الله شما را میخواند یعنی جهاد، شما اجابت کنید، برای جهاد آماده بشید. یک عرض کنم که تفسیر اینه و دیگه در جهاد حیات هم هست، ولکم فی القصاص حیات، حیات هم هست. دوم مراد از لما یحییکم قرآن است، اوامر و نواهی قرآن است. امر به معروف و نهی از منکر این هم موجب حیات است، چون ایمان تقویت میشه. جالب اینه که هر دو اینها، بعضی متاسفانه از ما مسلمان ها تنگ نظری داریم، بعضی ها که در مسیر جهاد می روند بر علیه امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کنند، بعضی که در مسیر دعوت الی الله قرار می گیرند، در مسیر امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرند، بر علیه جهاد صحبت می کنند، در حالی که اینها دو شعبه مهم از اسلام هستند. هدف هر دو یکی هست، هدف هر دو اعلاء کلمت الله هست، هدف هر دو توحید هست، هدف هر دو اینه که انسانها با خدا آشنا بشن هست. اما بعضی ها میگویند که این آیه درباره امر به معروف نیست، نهی از منکر، این آیه درباره جهاد است، چرا شما تحریف میکنید؟ بعضی برعکس همدیگر را میگویند. ببینید اینجا
بحث جهاد آمده، بعداً بحث امر به معروف و نهی از منکر آمده. اینا دو تا شعبه هستند. هر کسی که توفیقی دارد هر دو شعبه را انجام بدهد. مثل این هست که یکی نماز، یکی زکات. شما که نماز میخونید، نه اینکه بر علیه زکات باید صحبت بکنید، یا زکات انجام میدید دیگه از نماز معاف نمیشید. هر وقتی که جهاد لازم بود، شما ولو اینکه دعوتگر باشید باید جهاد بکنید. هر وقتی که امر به معروف و نهی از منکر لازم بود، شما ولو اینکه مجاهد باشید باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، دعوتگر باشید. مجاهد همون دعوتگر است، دعوتگر همون مجاهد است. امروز تفکیک کردن، شعبه شعبه کردن به خاطر ضعف و سستی ما. الان که ضعف را پذیرفتیم، هر کسی در هر شعبه میره برای دیگری دعای خیر بکنه و دیگری را تشویق بکند. لذا الله عزوجل می فرماید شما اجابت کنید اون چیزی را که حیات شما در اون است. حیات لما یحییکم قرآن هست، اوامر قرآن، نواهی قرآن و مردم را از این به این اوامر امر کردن، از این نواهی بازداشتن. حیات این است. چنانچه قال مجاهد والجمهور المعنى استجیبوا للطاعه وما تضمنه القرآن. شما در باب طاعت اجابت کنید، عبادت خدا به جا بیاورید و هر چی که قرآن گفته من اوامر و نواهی. جهادی که از اون اوامر است، مردمان را به سوی نیکی دعوت کردن یکی از اوامر. هر دو یکی هستند، گاهی با شرایط بستگی داره، گاهی این مهمتر میشه، گاهی اون مهمتر میشه. بله، ففیه الحیات، الحیات الابدیه و النعمت السرمدیه. در این که ما دستورات قرآن را به جا بیاوریم، حیات ابدی ما در همین است. بهشت که نعمت سرمدی است در همین است. پس استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای الی، لام به معنی الی است، الی ما یحییکم. الله و رسول شما را میخواند، شما را دعوت میده به سوی اون چیزی که مایه حیات شما است. مایه حیات شما در این دنیا است یعنی جهاد، یا مایه حیات شما در اون دنیا است یعنی بهشت، حیات ابدی و نعمت سرمدی که خواندیم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. این برکت اول استجابت است. بدان که الله حائل است بین انسان و قلبش. تفسیرهای زیاد مفسرین کردن، اما من به یک تفسیر که حضرت شیخ ما رحمه الله تفسیر می کند اکتفا می کنم. الله بین شما و قلب شما حائل است. یعنی چه؟ یعنی اگر شما جهاد کردید، شما امر به معروف کردید، به برکت این جهاد و به برکت این امر به معروف و نهی از منکر، خداوند به شما ربط القلب نصیب می کند. یعنی دل شما را قرص می کند. خود شما چنان قوی و محکم میشید که هیچ کسی نمیتواند شما را از مسیر منحرف بکند. چون که انسان همیشه در خطر است. قلب به دست خود انسان نیست. گاهی انسان عمل میکند اما در آخر خاتمش خراب میشه. خدا پناه بده. اما به برکت جهاد و به برکت امر به معروف و نهی از منکر خودتون چی؟ قوی میشید. الله بین مرء هست، بین انسان است و قلبش ربط القلب نصیب میکند. دل را گره میزند، دل را قرص میکند. دیگه این دل اصلا از مسیر حق منحرف و منصرف نمیشه. و انه الیه تحشرون. ای واعلموا انه، بدانید که شما به سوی الله حشر میشوید، به سوی الله برگردانده میشوید و جمع میشوید. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اینجا امر، اگر اونجا جهاد است اینجا امر به معروف و نهی از منکر است. این نهی از منکر، ببین در کنار هم قرار گرفتند، اینا لازم و ملزومند. الله می فرماید بترسید از آن فتنه، از آن گناهی که از آن عذابی که وقتی بیاید لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه،
نمی رسد اون فتنه، اون عذاب به کسانی که ظلم کردن از شما. فقط مال ظلم کنندگان، مال گناهکاران نیست، مال همه هست. بترسید. اینجا الله تعالی فرموده بترسید، پروا داشته باشید، باک داشته باشید، عنایت داشته باشید که منظور از فتنه عذاب هست، اما عذابی که به سبب منکر میاد. بعضی گفتند، بعضی که روح و ذوق جهادی دارند، این آیه را هم به سوی جهاد تفسیر میکنند. فتنه ترک جهاد است میگویند. ترک جهاد اگر کردید عذابی میآید، دشمن مسلط میشه، اون وقت فقط اونهایی که ترک جهاد کردن، شرایط جهاد داشتند و ترک کردند، اونها را نه، تر و خشک را همه را میسوزاند، همه را در بر میگیرد. ذلت که بیاد، خاری که بیاد، کفر که بیاد، ظلم که بیاد، خوب و بد نمیشناسد. یا اینکه فتنه عذابی که به سبب منکرات انجام میگیرد. مثلا خدا پناه بده در یک جامعه زنا هست، میخواری و شراب نوشی هست، فساد هست، ربا هست. اینها گناهانی هستند که خداوند سخت بیم داده ما را. اینها گناهانی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بر این گناهان خیلی از اثرات سوء متوجه جامعه میشه. مثلا قتل و هرج و مرج میشه، مثلا قحط و خشکسالی میشه، مثلا بیرونقی و کساد بازار میشه. خب به خاطر همین گناهان، زنا، شرابخواری و ربا. خب وقتی که بازار کاسد شد فقط برای همون رباخواران میشه، وقتی که قتل و هرج و مرج شد فقط برای همون گروه گناهکاران میشه، وقتی که قحط آمد به سبب زنا آیا فقط برای همون بلا نسبت زانیان میشه یا برای همه میشه، برای نیک و بد؟ پس عذابها مرتب هستند بر معاصی، بر گناهان. اگر افراد جامعه مسئولیت نشان ندهند، خودشون را مسئول ندانند، جلو اینها را نگیرند، کسانی هستند که تبلیغ میکنند این کارها را، کسانی هستند در همین بازارهای ما، بیخ گوش ما، در کنار مسجد ما و مساجد این شهر می و شراب میفروشند، مردم میان میخرند، چیزهای مبتذل میفروشند. اگر جلو اینها را ما نگیریم، اگر احساس مسئولیت نکنیم، عذابی خدای نکرده اگر متوجه بشه، زلزله بیاد، سیل بیاد، قحط بیاد، اون وقت من ملا را هم میگیرد و اون بازاری را هم میگیرد. پس الله عزوجل سخت بیم میدهند ما را. این تلنگر بزرگی هست که باید تک تک افراد، هم عالم هم غیر عالم، دعوتگر، تبلیغی، ریش سفید، معتمد، تحصیل کرده، جوان با ایمان، هر کسی باید احساس مسئولیت کند. اگر میتواند با دست جلوی منکر را بگیرد، اگر نمیتواند با زبان حداقل تبلیغ بکند، بگوید نکنید این کار را، برنامه ریزی بشه، مشوره بشه چطور در شهر خودمون جلوی منکر را بگیریم، که اگر این منکر جلویش را نگرفتیم آخر بلایی برای خود ما میشه. حداقل به خاطر خودمون باید جلویش را بگیریم. لذا الله می فرماید واتقوا فتنة، بترسید از آن فتنه ای، از آن عذابی که لا تصیبن الذین ظلموا، نمی رسد به آنانی که ظلم کردن از شما خاصتا فقط. واعلموا ان الله شدید العقاب. این چی هست؟ این نسخه تقواست. میخوای تقوا حاصل کنی؟ بر صفحه دلت بنویس و بدان که ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب میده. وقتی که ما یقین بکنیم که عذاب خدا سخته، اون وقت تقوا میاد. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بشارت است. شما حرکت کنید از خدا برکت، از خدا نصرت، از خدا یاری.
ببینید شما اندک بودید چطور خدا شما را کمک کرد، الان هم شما را خدا کمک میکند. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بدانید زمانی که شما اندک بودید، شما اصحاب از نظر عدد اندک بودید، مستضعفون فی الارض، ضعیف بودید به اعتبار قوت در زمین. منظور از فی الارض زمین مکه هست، سرزمین مکه هست. تخافون ان یتخطفکم الناس، شما می ترسیدید که مردم شما را بربایند، مردم شما را بغاپند، مردم شما را از بین ببرند. مردم منظور مشرکین مکه. فآواکم، الله شما را جای داد در مدینه. و ایدکم بنصره، و الله شما را تایید کرد با نصرت خودش، با یاری خودش. و رزقکم من الطیبات، الله شما را رزق و روزی داد، از مالهای پاکیزه داد. لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید، شما شکرگزار باشید. شما را خدای عزوجل این همه نعمت داد به این خاطر. ببینید الله عزوجل این آیات را شما با هم دیگر ربط بدید. اول به ما گفت اطیعوا الله و رسوله، بعد از اطاعت خدا و رسول گفت واتقوا، بترسید. بعد از ترسیدن ما را گفت از منکرات جلوگیری بکنید. اینها همه با هم مرتبطند. اعلم انه تعالی لما امرهم، اعلم انه تعالی، الله تعالی وقتی که امر کرد بطاعت الله و طاعت الرسول، ثم امرهم باتقاء المعصیه واتقوا فتنه، بعد از اون ما را برحذر داشت از گناه، از معصیت. اکد ذلك التکلیف بهذه الايه، بعدا اون تکلیف را با این آیه واذکروا اذ انتم مورد تأکید قرار داد. الان شما قوت گرفتی، شما در بدر اونها را شکست دادید، خدا شما را به شما توانایی داد، مال داد، نیرو داد. اون روزی که ضعیف بود شما را خدا کمک کرد، الان هم کمک میکند. پس ادامه بدهید این مسیر را. ببین عزیزان، ما شرایط خودمون را هم باید بسنجیم. ما چی بودیم، چی داشتیم از نظر دین، از نظر تقوا، از نظر علم، از نظر دانش. همین اطراف ما چند سال پیش، 50 سال پیش، کسی پیدا نمیشد که جنازه بده، کسی پیدا نمیشد که جزئی ترین مسائل را بلد باشه. از نظر مادیات، از نظر دنیا، تو خونه یک کیسه آرد گیر نمی آمد. ثروتمندترین آدم اون بود که یک جوال گندم یا یک کیسه آرد داشته باشه، دیگه این سرمایه‌دار بود، بقیه مردم همین نداشتند. ولی ببینیم خدای عزوجل به ما چه نعمتی داد، هم نعمت دین، هم نعمت دنیا. الله عزوجل بر اساس شرایط صحابه داره یادآوری میکنه. ما الان در واقع به زبان حال ما را هم خطاب میفرماید. شما شرایط خودتون را نگاه کنید. تا چند وقت پیش تو چادرها زندگی میکردید، تو خونه های گلی زندگی میکردید، کوچکترین امکانات نداشتید، از مسائل اولیه دین خبر نداشتید، از خدا و از توحید و از نماز بی خبر بودید. مقدسترین چیز برای شما این زیارت ها بودند و این ملک سیاکوها و بیبی دوست ها بودند. اما امروز الله به شما عقل داد، به شما فراست داد، به شما علم داد، به شما ایمان داد، به شما رزق داد، به شما امکانات داد، به شما فرهنگ داد، تمدن، پیشرفت. الان شما به طریق اولا باید شکر این نعمت را به جا بیاورید. شما باید امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. لذا این نعمت ها را الله عزوجل به این خاطر یادآوری می کند شما شکرگزار باشید. لعلکم تشکرون، شما تشکر کنید. تشکر از خدا چی هست؟ اینه که تمام دستورات خدا را من و عن، یک به یک در زندگی خودتون، بر خود، بر خانواده، بر محیط، بر بازار، همه جا پیاده بکنید. 100% مسلمان بشید. در بازار با تقواترین انسان،
در مسجد عابدترین انسان، در خانه با اخلاق ترین انسان، در هر جا نمونه الگو باشید. الله عزوجل این را دوست داره. این هست شکر نعمت. و دستور چهارم را الله صادر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. بعد از اینکه این همه نعمت بهت داده، مبادا خیانت کنی. خیانت نکن با خدا و رسول. لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم. و همچنین خیانت نکنید با امانت های خودتان، اون چیزی که در میان خودتون هست به عنوان امین قرار گرفتید. خیانت نکنید و انتم تعلمون، شما هم میدانید که خیانت چقدر مذمت دارد، چقدر بد هست. ببینید درباره این آیه هم گرچه شأن نزول زیادی گفتند، ولی ما وقتی که آیه بدون شأن نزول فهمیده میشه، چرا ما دنبال بریم شأن نزول و آیه را حصر بکنیم به همون مورد، در حالی که درباره شأن نزول هم اختلاف است. برخی میگن درباره ابو لبابه رضی الله تعالی عنه است که به یهود اشاره کرد پیغمبر شما رو میخواد بکشه، بعداً به ستون مسجد النبی خودش را بست تا 6 روز یا 7 روز. بعضی میگن اشاره به حاتب ابن ابی بلتعه است که نامه را به سوی اهل مکه نوشت، شما خواندید. بعضی میگن درباره فلان واقعه است. اصلش اینه که عام هست. امروز من و تو را خطاب میکند. دیروز خطاب به اونها بود، امروز خطاب به ماست. ما خیانت نکنیم. یک خیانت با خدا و رسول هست و یک خیانت فی ما بین هست. همه نوع خیانت ها را نکنیم. کسی مالی به دست شما میده، شما امین هستید، خیانت نکنید. کسی رازی به شما میگه به کسی نگو، شما امین هستید. اگر به کسی گفتی خیانت کردی. ناموس کسی در کنار شما هست، در همسایگی شما هست، شما امین هستید. از این همه مردم شهر شما را و محله شما را و همسایگی شما را انتخاب کرده، شما را امین خود قرار داده. لذا به چشم بد نگاه نکن. همه چیز به هر حال خیانت دارد. همه صورتها خیانت میتوند باشد. بسیاری از مردم هست از اسرار مردم با خبر بشی، فوراً گزارش بده تا برایش چاهی بزنی، بیندازی این را تو چاه. خیلی ها هستن میرن گزارش میدن به ناحق. اینا خیانت است نسبت به مسلمان. این آقا شناسنامهش اینطوره، این آقا مدرکش اینطوره. یک گزارش واهی، یک گزارشی که میخواهد در واقع اون را به چاه بیندازد، میخواهد در به درش بکند. اینا خیانت هستند. این خیانت ها فی ما بینکم هستند. اینها را اگر مسلمان هستیم نباید انجام دیم. و بزرگترین خیانت با خدا و رسول هست. در امر دین خیانت کردن و اون چیزی که مسلمانان انجام میدهند، اون فعالیتی که اهل دین انجام میدهند، اون فعالیتی که جهادگران انجام میدهند. مثلا مجاهدین قصد حمله دارند به کفار، جاسوس میره خبر میده که امروز مجاهدین میخوان از فلان مسیر حمله کنند. این خیانت هست. اهل دین یه فعالیت دینی دارند، فعالیت فرهنگی دارند، فوراً گزارشش را به دشمن بده تا دشمن جلو بگیره. اینا خیانت با خدا و رسول هست. چطور وجدان انسان راحت میشه که انسان با خدا خیانت میکند، با رسول خدا، خدایی که همه وجودش از او هست. الان نسبت به دین او میره با دیگران پیمان میبنده، نسبت به دین خدای عزوجل جلوگیری از دین خدا، برای جلوگیری از دعوت الله، برای جلوگیری از تعلیم دین، تعلیم قرآن، میره آله دست دیگران میشه. خیلی ها هستن افراد، باید این مسائل را ما بدونیم. یک جای یک چشمه‌ای جاری هست، یک جای یک نوری روشن هست، تعلیمی هست،
بعضی میرن تحریک میکنن حتی آخوندها را که برید شما اختلاف ایجاد کنید، برید شما دو دستگی ایجاد کنید تا یک بهانه بشه جلوی این را بگیرند. این خیانت با خداست. این انسان فردا جواب خدا را چی میده؟ لذا خیانت صورتهای زیادی داره. شما خودتون تصور بکنید هر کاری که جلوی خیر را بگیرد، هر اختلافی، هر گزارشی، هر دو دستگی، هر چی که جلوی کار دین را بگیرد، جلوی کار فرهنگی را بگیرد، جلوی دعوت الی الله را بگیرد، هر گزارشی این خیانت هست. این خطاب به اون خائنین هست. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ای کسانی که ایمان آوردید شما خیانت نکنید، با خدا و رسول خدا خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، و همچنین خیانت نکنید با امانتهای خودتان، یعنی فیما بین خودتان امین هم قرار گرفتید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. و علموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. گاهی میشه خیانت انسان به خاطر مال میکند، به خاطر فرزند میکند. زن و فرزندم محفوظ بماند، به من پول برسد، به من پاداشی گیر بیاد، مدالی بگیرم. الله می فرمای اینها همه فتنه هستند. اگر اجر می خواهی و ان الله عنده اجر عظیم، نزد الله اجر عظیم هست. برو اجرت را از الله بخواه، برو مال خدا باش، برای خدا باش، بذار در راه خدا، شهید هم بشی، اجر عظیم میابی. از این خلعتی که در دنیا بهت میدن 4 روز دیگه تصادف میکنی میمیری، خیلی بهتر از اون اجر الله که حتی شهید بشی و به بهشت خدا بری. الله عزوجل به ما توفیق عمل عنایت بفرماید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. پروردگارا اله العالمین ما را از خیانت حفاظت، بالخصوص خیانتی که در راه دین باشد، در مسیر سنت باشد، در راه دعوت باشد. پروردگارا ما را و همه مسلمانان را، همه برادران و خواهران ما را حفاظت بفرما. اله العالمین ربا ما را از مخلصین بگردان، از مطیعین بگردان، از بندگانی که اطاعت می کنند تو را، از بندگانی که فرمودی برای انها اجر عظیم هست. پروردگارا بگردان. اله العالمین پروردگارا ما را در مسیر دین موفق بگردان، ما را داعی دین بگردان، خادم دین بگردان. پروردگارا برای دینت از ما کار بگیر، از عمر ما، از جوانی ما، از علم ما، از مال ما، از نفوذ ما، از هر استعدادی که در وجود ما هست برای دینت کار بگیر. ما را جز دعوتگران و مجاهدان در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را آمر به معروف و ناهی عن المنکر بگردان. ما را در لیست دعوتگرانی که دوستشان داری قرار بده. ما را در لیست مجاهدان قرار بده. اله العالمین پروردگارا ما را برای دینت، برای خدمت و غلامی دینت بپذیر، قبول بفرما. اگر در وجود ما استعداد نیست، صلاحیت نیست، شایستگی نیست، رب شایستگی ها را هم تو میدهی، به ما شایستگی عنایت بفرما. و اله العالمین مهمتر از همه این که از ما راضی و خوشنود باش، از ما ناراض نباش مولا. پروردگارا آخرت ما را
با رضایت آباد و خوب بگردان، جای ما را با رضایت در بهشتت بگردان. پروردگارا ربا ما را از خشمت، از قهرت، از مؤاخذت، از گرفتت محفوظ بدار. اله العالمین دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. ما را ببخش، ما را بر اشکالات و گناهان ما مؤاخذه نفرما، از سر تقصیر ما در گذر باش. پروردگارا ما را ببخش، ما را عفو بفرما. مولا عفو را دوست داری، عفو و کریم هستی. ما را عفو بفرما، ما را معاف بفرما. اله العالمین مشکلات ما را حل بفرما. پروردگارا گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. پدران و مادران مرده و زنده ما را ببخش. پروردگارا نیاکان و گذشتگان ما را ببخش. اساتید و مشایخ ما را ببخش. اون اساتیدی که ما از علم اونها استفاده می کنیم، بر مسند درس اونها نشستیم و بر منبر اونها نشستیم و داریم صحبت می کنیم و اظهار وجود می کنیم. پروردگار غریق رحمتشون بفرما. بالخصوص بانی این خیر را، بانی دارالعلوم را، بانی این چشمه جاری و ساری حضرت مولانا عبدالعزیز را غریق رحمت بفرما. درجاتش را در بهشت بلند بفرما. پروردگارا ربا تمام علمایی که رفتند، تمام مدرسینی که رفتند، مولانا احمد، مولانا نعمت الله، مفتی خدا نظر، مولانا عبدالحکیم، مولانا دادرحمن، همه علما، همه مشایخ، همه گذشتگان را غریق رحمت بفرما. روحشان را شاد، درجاتشان را بلند. مقتدی های عزیز این مسجد، اونهایی که اینجا تو را سجده کردند و امروز نیستند، پروردگارا همه را غریق رحمت بفرما. مولا بیماران را عافیت بده. پروردگارا شفای کامل و عاجل نصیبشان بگردان. زندانیان را که پشت میله های زندان، در گوشه زندان افتادند و هر روز پیغام میفرستند برای ما دعا کنید. پروردگارا اونها امیدشون این است که این دعاها قبول میشه در حق اونها. پروردگارا این دعاها را در حق ما و اونها قبول بفرما. برایشون فرج بیار. هر کسی مشکلی دارد، همه مشکل داران مشکلاتشون را حل بفرما. اونایی که نامه نوشتند، اونایی که ننوشتند، اون برادر، اون خواهری که در دلش هر چی دارد، ای علیم به ذات الصدور، ای ذاتی که از همه دلها و از اسرار دلها خبر داری، پروردگارا حرف دل ما را بشنو و اجابت بفرما. اله العالمین بر ما لطف بفرما. ما بندگان ضعیف و ناتوان تو هستیم. پروردگارا بر ما رحم کن، بر ما لطف کن. ما را به عذاب گرفتار نکن، ما را به فتنه ها گرفتار نکن. از فتنه های این دنیا و اون دنیا ما را حفاظت کن. از عذاب این دنیا و اون دنیا حفاظت فرما. پروردگار خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. به تک تک این آیات توفیق عمل نصیب بفرما. ما را به نیت عمل توفیق گفتن و شنیدن بده و عمل را در زندگی ما احیا بگردان. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود شريف والد.